تیکه رو انداخت اونجا. گفتش که میپرسیدن از یارو سرخیه که خدات کیه، پیغمبرت کیه، اونور بازار اینم جواب میداد که چی؟ زنو بازی، زنو نازی، بازی چی؟ آره گفت نازی نه و نازی، مثلا هر چی ازش میپرسیدن میگفته آره زنو نازی اینا. آره باشه ما مرده تو زنده، اعمال ما رو بررسی میکنن، ما که جهنمی هستیم، تو هم قطعا جهنمی هستی. تو اونجا همدیگر رو میبینیم، از تو میپرسن همینها رو، تو هم خودت میزنی به همین این بساط اینا، نازی نئو نازی، بازی بعد بازی هم که برد بود اینا که ما هم نفهمیدیم این اصلا این چه مدل بازی برد بود. یه مدل آقا کیه اینا که بازی بلدن، اینا چه مدل بازی داریم که هر دو طرف میبرن توش؟ یه مدل بازی داریم که دو طرف میبرن، اونم همجنس بازیه. هر دو طرف برنده. تو تمام بازی های دیگه یه طرف میبازی یه طرف میبره. این چه مدل بازیه تو داری آچه؟ البته قطعا اونجا هم به حسابات رسیدگی کردن، حواست جمع باشه. داستان قیر و قیف که میدونی شیخ، قیر و قیف داستان ضرب المثل ما ایرانی هاست. اینا میگن آقا چرا عمرات پیش نمیره؟ میگن داستان قیر و قیف مگه نشنیدی؟ اینا داستان قیر و قیف هم اینجوریه که میگن آقا اگر که اعمالت بررسی شد اونجا میپرسن از اینا که آقا جهنمی شدی، برنامه هم اینه بر اساس آیات روایت قرآن که داریم اینها، فی مقعدک، اونجا غیر رو آتش آنچنانی اینها میریزن. این مصوب شده است اصلا. اینها روزی 3 نوبت، صبح ظهر شب، بساط اینا غیر رو میارن، قیف رو میارن، اینا متصدی میریزه میره. ولی گفتن آقا جهنم هم 2 مدل داریم، جهنم ایرانی ها، جهنم خارجی ها. کدوم تو دوست داری؟ یه خب نگاه میگم یا مال ایرانی ها که اپلی بازی و اینها دیگه، جهنم هم شده بریم اسکاتلند. تو باز اومده به اسکاتلند رو قبول میکنی اینا. ما میگیم جهنم ایرانی ها. میگن که هفته یه بار اینا میتونن دیدار داشته باشن از هم دیگه اینا. خب سر هفته اینا تو اسکاتلند مرتب صبح ظهر شب سر آن تایم همه چی اتفاق. سر هفته میگن شیخ آورده اینا دید جهنم ایرانی ها، دید همه دارن بشکم میزن میرقصن اینا خرکیف اینا. آقا شما مگه این بساط نرقید؟ گفتن بابا جهنم ایرانی ها یه روز غیر هست قیف نیست، یه روز قیف هست غیر نیست، یه روز جفتش هست متصدی نیست، به حالی به حولی پسا برجام برو حالش رو ببر. اونجا هم تو میبازی میریزم تو اسکاتلندی ها، ما تو جهنم ایرانی ها میمونیم. باز حواست باشه آجه. آره زن و نازی، بازی با مسئله انقلاب.